سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو حالا شده کلی هزینه بابت شامپوهای مختلف بدی، اما هنوزم درگیر شوره سر، ریزش مو، کدری موهات باشی. توی این ویدیو میخوام یادت بدم که با 3 قلم مواد طبیعی خودت توی خونه شامپوی طبیعی درست کنی. پس بریم با هم درستش کنیم. خب ما به یه قابلمه، یه لیوان آب و گیاه رزماری احتیاج داریم. یه لیوان آب رو میریزیم توی قابلمه و چون قابلممون کوچیکه میایم گیاه رزماری رو تیکه تیکه میکنیم که تو قابلممون جا بشه. وقتی رزماریا رو تیکه کردیم تو قابلمه ریختیم، با یه قاشق اونا رو توی آب فرو میبریم تا کاملا برن زیر آب و بعد قابلمه رو روی اجاق میذاریم. اجازه بدید بین 10 تا 15 دقیقه قابلمه روی اجاق باشه. رزماری همون گیاه معروف پرخاصیت کمک میکنه که گردش خون توی پوست سرمون زیاد بشه و فولیکول های مومون رو تحریک میکنه که خیلی رشد کنن و در نهایت موامون پرپشت بشه تا تمام خواص رزماری جذب آب بشه. و به خاطر خاصیت ضد قارچی و ضد باکتری که داره کمک میکنه که شوره سر درمان بشه. اگه خارش توی پوستتون دارید یا التهاب توی پوست سرتون دارید، اونم درمان میکنه. استفاده مدام از رزماری باعث میشه که رنگ موی طبیعی خودتون حفظ بشه و اگه سفید شدن موی زودرس دارید، یعنی موهاتون خیلی سریعتر از اون سنی که باید سفید بشن سفید شدن کمک میکنه. رزماری کمک میکنه کم کم به رنگ طبیعی خودشون برگردن. وقتی که کاملا عصاره رزماری جذب آب شد، اون رو از روی اجاق بردارید و بذارید خنک بشه. و سرشار از خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدان هستش که کمک میکنه ریزش مومون قطع بشه، حتی اگه ریزش مو ناشی از مشکلات پوست سرمون باشه. در ادامه ما به 2 تا گیاه آلوورا احتیاج داریم که از قبل باید سمزدایی بشن. سمزدایی هم به این صورته که ته گیاه رو میزنی و میذاریش توی پارچه آب. یه شبانه روز بمونه. وقتی که صبح بیدار شدی میبینی که کاملا اون پارچه آبش زرد شده و سم کاملا خارج شده. 2 مرتبه این کار رو انجام بده تا کاملا آب شفاف بشه. وقتی که آب شفاف شد، شما میتونی به راحتی از ژل گیاه آلوورا برای هر چیزی، برای پوستت، برای موهات استفاده کنی. خب الان گیاه آلوورا رو برش میدیم. گیاه آلوورا سرشار از آب و ویتامین هاست که ساقه مو رو به خوبی مرطوب میکنه و برای موهای خشک و شکننده هم عالیه و حاوی آنزیم هاییه که سلول های مرده پوست سر رو از بین میبره و به پاکسازی فولیکول مو کمک میکنه که این کار باعث بهبود گردش خون و تقویت رشد مو میشه و حتی ریشه موها رو کاملا تغذیه میکنه و این باعث میشه که ریزش مو کاملا درمان بشه. خب بعد از اینکه گیاه آلوورا رو برش دادیم، ژل سفید داخلش رو باید جدا کنیم. دقیقاً همین ژلی که شفاف هستش و توی یک ظرف جداگونه بریزیم.
و چون کوتیکول های مو رو میبنده کمک میکنه که موها نرم و براق و خوشحالت بشن. و بعد عصاره‌ای که از رزماری گرفتیم رو به ژل آلوورا اضافه میکنیم. فقط قبلش ژل آلوورا رو توی ظرف جداگونه میریزیم و بعد عصاره رو به اون اضافه میکنیم. وقتی که کاملا عصاره رزماری رو به ژل آلوورا اضافه کردیم با دستگاه میکسر یا با کمک گوشتکوب برقی اونا رو با هم دیگه حسابی میکس میکنیم جوری که ژل گیاه آلوورا کاملا آبکی بشه. خب ما اینجا به پای صابون هم احتیاج داریم. یه دونه پای صابون از عطاری تهیه کنید و اون رو ما توی موادمون اضافه میکنیم که باعث بشه که اون آلودگی های موهای سرمون کاملا تمیز بشه. حالا این پای صابون رو 2 قسمت میکنیم، دقیقاً به 2 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم و توی یه ظرف جداگونه مربعی خوردش میکنیم. سعی کنید مربعاتون، یعنی اون حالت نگینی که خوردش میکنید، نازک باشه. وقتی که پای صابون رو کامل خورد کردیم یه مقدار کمی بهش آب جوشیده اضافه میکنیم. و بعد با کمک یه قاشق اونا رو کاملا له میکنیم. وقتی که پای صابونمون خمیری شکل شد اونو به ترکیب رزماری و ژل آلوورا اضافه میکنیم و دوباره با دستگاه میکسر یا گوشتکوب برقی با هم دیگه میکسشون میکنیم. وقتی که کاملا با هم دیگه میکس شدن و به این شکل در اومدن، به شکل یک ماده سفید رنگ در اومد، با کمک یک پارچه نخی مواد رو از صافی رد میکنیم.
وقتی که خوب مواد رو از صافی رد کردیم، اونو توی یک ظرف دربدار میریزیم که بتونیم نگهداری کنیم و هر وقت رفتیم حموم ازش استفاده کنیم. این شامپو به شدت به رشد موهاتون و مسائلی که آزاردهنده هستش کمک میکنه و مطمئنم که شما بعد از استفاده مدام از این شامپو موهای سالم و خوشحالت و درخشان خواهید داشت. حتما امتحانش کنید و بعد از اینکه امتحانش کردید نظرتون رو برای من کامنت کنید. خوشحال میشم که نظراتتون رو بخونم و ببینم که چه نتیجه‌ای از این شامپو گرفتید. اگه این ویدیو واسه مفید بود حتما لایک کن و بفرست واسه هر کسی که میدونی بهش نیاز داره. و اگه میخوای آموزش بعدی رو از دست ندی حتما کانالمو سابسکرایب کن. ماچ به کلتون.